در طول تاریخ فرمانده‌های زیادی وجود داشتن که شجاعتشون زبان زد همه بوده، اما فقط یکی از اونها لقب خطرناکترین مرد جهان رو میگیره و اون کسی نبوده به جز اوتو اسکورزنی. اوتو در 12 ژوئن 1908 توی خانواده اتریشی به دنیا میاد. بیشتر کودکی و نوجوانی اوتو در زمان جنگ جهانی اول و رکودهای بعد از اون بوده. بعد هر جنگی کشورهای بازنده روزای خیلی سختی و پیش رو دارن و اتریش هم که حالا یه دولت بازنده است هر روز شاهد درگیری و ناامنی بین گروه‌های سیاسیه. در همون سال یوزف گوبلز دست راست هیتلر طی یه سخنرانی که در شهر وین داشته از مشکلات اتریش میگه و اینکه چرا مردم اتریش باید تا این اندازه رنج بکشن. این سخنرانی به مذاق اوتو و خیلیای دیگه که شرایط اون زمانا ناعادلانه میدیدن خوش میاد و همین باعث میشه که اوتو تمام و کمال جذب حزب نازی بشه. همون سال اتریش فعالیت حزب نازی رو در اون کشور ممنوع اعلام میکنه و طی این اطلاعیه اتریش به آشوب کشیده میشه. اوتو به سازمان شبه نظامی و دستراستی که نقش مهمی در آشوب اون روزهای اتریش داشتن میپیونده و خیلی زود به یکی از مبارزین سرشناس تبدیل میشه. همین شهرتش هم باعث میشه بعدها که وارد ارتش میشه موقعیت‌های مهمی براش به وجود بیاد. در سال 1938 هیتلر در قالب واقعی آنشلوس اتریش و ضمیمه آلمان نازی میکنه. در جریان سقوط اتریش درگیری بین سربازای نازی و گارد کاخ ریاست جمهوری ایجاد میشه که با پادرمیونی اوتو جون رئیس جمهور اتریش نجات پیدا میکنه. با شروع جنگ جهانی دوم اوتو برای ورود به نیرو هوایی آلمان ثبت نام میکنه، اما به خاطر قدش و سنش که مناسب اون شغل نبوده درخواستش رد میشه و وارد نیروی نظامی حزب نازی در وافن اس اس میشه. 2 ماه بعد در عملیات بارباروسا آلمانیا با 3 میلیون سرباز از مرزهای شوروی میگذرن و به قلب این کشور حمله میکنن. واحد رزمی اوتو در نوک پیکان این حملات بوده. این عملیات بزرگترین عملیات نظامی تاریخ بوده و قرارگیری اوتو در نوک پیکان این عملیات خواسته و ناخواسته اونو درگیر نبردهای زیادی میکنه. تا اینجای جنگ همه چیز به نفع آلمانیا پیش میرفت تا اینکه سرمایه طاقت فرسای روسیه موجب میشه جنگ متوقف بشه و همین توقف همه چیزو تغییر میده و این بار شوروی‌ها با ضد حملات سنگین آلمانیا رو غافلگیر میکنن. اوتو هم از این حملات بی‌نصیب نمیمونه و از پشت سر هدف ترکش توپخانه قرار میگیره و همین زخم بعدها اونو صاحب صلیب فولادی میکنه. زخم سر اوتو به قدری عمیق بوده که اونو به برلین برمیگردونن تا تحت درمان قرار بگیره. در همین زمان کماندوهای انگلیسی استحکامات آلمانیا رو هدف قرار میدن و خیلی زود به تیتر روزنامه‌ها تبدیل میشن. ایده‌ای که انگلیسی‌ها به کار بردن خود آلمانی‌ها رو هم تحت تاثیر قرار میده. اوتو در همین زمان تحت تاثیر این خبر قرار میگیره و به ایده نیروهای ویژه علاقه‌مند میشه و از هر منبعی که در دسترسش بوده برای جمع‌آوری اطلاعات درباره عملیات‌های نامنظم استفاده میکنه. و در سال 1943 ایده او درباره تشکیل نیروهای ویژه مورد توجه فرمانده جدید حفاظت ارتش قرار میگیره. فرمانده قبلی توسط کماندوهای انگلیسی ترور شده و همین باعث میشه فرمانده جدید بیش از هر کسی با این گونه سربازها و عملیات‌هاشون موافق باشه و دستور میده اوتو رو به عنوان سرپرست اولین یگان کماندویی آلمان منصوب کند. به این ترتیب واحد آموزش نیروهای ویژه اوتو با عنوان گروه شکاری فریدنتال در نزدیکی برلین تشکیل میشه. تابستون همون سال اوتو اولین مأموریتش به نام عملیات فرانسوا رو شروع میکنه. توی این عملیات چتربازایی رو به ایران میفرسته تا قبایل محلی رو تشویق کنه که با حمله به خطوط راه آهن ارتباط بین متفقین و شوروی رو مختل کنند. این عملیات مورد توجه هیتلر قرار میگیره و دستور ملاقات رو صادر میکنه. 2 روز قبل از این دیدار دیکتاتور ایتالیایی به نام موسولینی توسط نیروهای مردمی بازداشت شده بوده و از قدرت کنار گذاشته شده. هیتلر نگران کنار کشیده شدن ایتالیا از جنگ بود و تلاشش برای قانع کردن دولت جدید ایتالیا هم بی‌نتیجه میمونه و تصمیم میگیره موسولینی رو قبل از اینکه ایتالیایی‌ها به متفقین تسلیمش کنن نجات بده. برای این کار اوتو و نیروهاش انتخاب شماره 1 بودن. برنامه‌ریزی برای این عملیات به صورت کاملا مخفیانه انجام شد.
اوتو حدود 2 ماه تلاش کرد با تصویربرداری هوایی از مناطقی که احتمال میداد موسولینی را در آن نگهداری کنند مکان دقیق را پیدا کنه و در نهایت فهمید که موسولینی در هتلی در کوهستان که فقط از طریق تلکابین قابل دسترسیه و به شدت تحت مراقبت نگهداری میشه. در 12 سپتامبر 1943 عملیات بلوط به اجرا درآمد و تعدادی چترباز، تعدادی تکاور و ماموران سرویس اطلاعاتی به رهبری اوتو به وسیله هواپیماهای بدون موتور نزدیکی هتل فرود اومدن و با غافلگیر کردن محافظا بدون شلیک حتی یک گلوله موسولینی را آزاد کردند. موسولینی بعد از فرار به دیدار هیتلر میره و بعد از اون در شمال ایتالیا که در اون زمان اشغال آلمانیا بوده برمیگرده و تلاش میکنه با جمع کردن باقی مونده ارتش ایتالیا به جنگ برگرده. اوتو برای این عملیات نشان صلیب شوالیه رو دریافت میکنه و به درجه سرگردی میرسه. اوتو حالا سوپر قهرمان نازیا بود و اسمش هر روز بیشتر روی زبونا میچرخید. همه این شهرت‌ها زمانی بود که آلمانی‌ها در پی شکست‌های پی در خط مقدم نیاز به روحیه داشتن و اوتو همون قهرمانی بود که میتونست این روحیه از دست رفته رو برگردونه. دقیقاً 1 سال بعد در سال 1944 هیتلر اوتو رو برای یه عملیات جدید احضار کرد. عملیات مشت آهنی. در سال 1944 هیتلر با خبر شد که هورتی نایب السلطنه پادشاهی مجارستان که در جنگ متحد آلمان بود به طور پنهانی با ارتش سرخ شوروی وارد مذاکره شده و قصد داره ارتش مجارستان را تسلیم کنه. تسلیم مجارستان ضربه سنگینی به نیروهای آلمانی وارد می‌کرد. به خاطر همین هیتلر دستور داد طی عملیاتی هورتی رو سرکوب کنند. اول از پسر هورتی شروع کردن که به طور مداوم با مامورای شوروی ملاقات داشت. سرویس اطلاعاتی آلمان با نقشه‌ای حساب شده پسر هورتی رو دستگیر کردن و داخل یک فرش بسته‌بندی کردن و با هواپیما به وین فرستادن. در ادامه عملیات تعدادی نیرو به رهبری اوتو به قصر هورتی رفتن و با کمترین تیراندازی و با تهدید هورتی نسبت به وضعیت پسرش اون رو دستگیر کردن و مجارستان دوباره به سلطه آلمان در اومد. در پی این موفقیت اوتو به درجه سرهنگ دوم ترفیع پیدا کرد. این موفقیت‌های پی در پی باعث میشه عملیات‌های بیشتری یکی پس از دیگری از طرف هیتلر به اوتو داده بشه. طی عملیات بعدی هیتلر میخواست بندر انتورپ رو از بلژیک پس بگیره. این نبرد آخرین عملیات مهم آلمان بود. در دسامبر 1944 دو لشکر زرهی آلمانی خطوط دفاعی متفقین را شکستن و با غافلگیر کردن مدافعا به سرعت پیشروی کردند. طبق معمول در نوک پیکان این حملات نیروهای ویژه اوتو بودند که یونیفرم آمریکایی پوشیده بودند و با جیپ‌های غنیمتی آمریکایی حرکت می‌کردند. وظیفه اونها این بود که بین نیروهای آمریکایی آشوب راه بندازن، مثلا با پوشیدن لباس پلیس نظامی اونا رو گمراه کنن، واحدها رو به مسیر اشتباه بفرستن، تابلوهای جاده‌ها رو دستکاری کنن و خلاصه هر هرج و مرجی که میشد به وجود بیارن. این نقشه در اول خوب جواب داد و خط مقدم آمریکایی‌ها سقوط کرد و طی چند روز چند هزار آمریکایی اسیر شدند. اما در همین زمان شایعه نفوذ آلمانی‌ها در صفوف آمریکایی‌ها منتشر شد و نتیجه این شد که آمریکا اقدامات امنیتی را دوچند برابر کنه و نیروها و خودروهای بدون مدارک و هویتی را نپذیره. از طرف دیگه کمبود سوخت و تجهیزات آلمانی‌ها آخرین قمار هیتلر رو به سمت شکست کشوند. متفقین به سرعت خودشون را جمع و جور کردند و به غیر از اوتو و تعدادی از نفراتش بقیه نیروهای آلمانی در حال عقب نشینی قتل عام شدند. نفرات باقی مانده از گروه اوتو هم بعد از برگشت به دلیل پوشیدن یونیفرم آمریکایی اعدام شدند. در اوایل آوریل 1945 هیتلر دوباره اوتو را احضار کرد و بعد از مدال دیگه‌ای که بهش بخشید ازش خواست فرماندهی نیروهای مقاومت رو بر عهده بگیره. نیروهایی که قرار بود جنگ و بعد از سقوط آلمان همچنان ادامه بدن. اوتو قبول کرد و وقتی به محل قرار رسید هیچ ارتشی برای فرماندهی وجود نداشت. آخر همون ماه خبر خودکشی هیتلر به اوتو رسید. 10 روز بعد هم جنگ به طور کامل تمام شد و اوتو خودش رو تسلیم آمریکا کرد. دستگیری اوتو خیلی زود سرتیتر همه خبرها شد، اما هیچ زمان هیچ دادگاهی نتونست جرمی علیه اون ثابت کنه. گرگ خاکستری آلمان 2 سال بعد از زندان فرار کرد و در سال 1952 به مصر رفت و به آموزش کماندوهای مصری و فلسطینی مشغول شد. همچنین به عنوان مشاور به رئیس جمهور مصر خدمت میکرد. همزمان اسامی دانشمندای قدیمی حزب نازی که حالا برای مصر کار میکردن و به رژیم صهیونیستی موساد داد،
تنها به این شرط که اونا اسمشو از لیست نازی‌های تحت تعقیب پاک کنند. اما اسرائیل این کارو نکرد و این پایان همکاری اون با موساد بود. اوتو سرانجام به اروپا برگشت و بعد از چند سال در سال 1970 گروه پالادین که گروه دسترسی در اسپانیا بودن و خودشونو بازوی نظامی ضد کمونیست به اروپا میدونستن و تشکیل داد و تلاشش جمع‌آوری مزدور و استخدام اونها برای کشورهای دسترسی بود و کشورهای یونان، آفریقای جنوبی و لیبی مشتریاش بودن. اما از تشکیل این گروه خیلی نگذشته بود که به سرطان ریه مبتلا شد و سرانجام در سال 1975 خسته از سالها جنگ درگذشت. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودی. اگه از این ویدیو خوشت اومد کانال منو سابسکرایب کن.